آن تیر مردمک ها، آه آن صوفیان ساده خلوت نشین من، در جذبه سماع دو چشمانش از هوش رفته بودند. دیدم که بر سراسر من موج میزند، چون حرم سرخگونه آتش، چون انعکاس آب، چون ابری از تشنج بارانها، چون آسمانی از نفس فصلهای گرم، تا بی نهایت، تا آن سوی حیات گسترده بود او. دیدم که در وزیدن دستانش جسمیت وجودم تحلیل می رود. دیدم که قلب او با آن طنین ساحر سرگردان پیچیده در تمامی قلب من. ساعت پرید، پرده به همراه باد رفت، او را فشرده بودم، در حاله حریق می‌خواستم بگویم، اما شگفت را انبوه سایه گستر مژگانش چون ریشه های پرده ابریشم جاری شدند از بن تاریکی، در امتداد آن کشاله طولانی طلب و آن تشنج مرگالود تا انتهای گم شده من. دیدم که میرهم، دیدم که پوست تنم از انبساط عشق ترک می‌خورد، دیدم که حجم آتشینم آهسته آب شد و ریخت در ماه به گودی نشسته، ماه منقلب تار. در یکدیگر گریسته بودیم، در یکدیگر تمام لحظه بی اعتبار وحدت را دیوانه‌وار زیسته بودیم.